خانم دالووی، نوشته ویرجینیا وولف، ترجمه پرویز داریوش، راوی نوشین همسیان. بخش اول. خانم دالووی گفت خودش گل خواهد خرید، چرا که لوسی کار خودش را از پیش برده بود. درها را از لولا در می آوردند. کارگران رامپل میر می آمدند. کلاریسا دالووی اندیشید که و بعد از همه چیز عجب صبحی تر و تازه مثل آنکه بر کناره به دست بچه ها داده باشند. چه تفریحی، چه کیفی، چرا که هر وقت با اندک قشقشی که همکنون نیز به گوشش میخورد پنجره های سرتاسری را باز میکرد و در هوای باز به بورتون میزد، اینگونه به نظرش میرسید. چه تر و تازه، چه آرام. هوای صبح زود البته از این آرام تر بود. به گونه روی هم افتادن دو موج، به گونه بوسه خیزاب، خنک و تیز. با وجود این برای دختری 18 ساله که او آن وقت بود سنگین. همراه با این احساس، همان گونه که کنار دریچه گشوده ایستاده بود، حس می کرد چیزی ناخوش در شرف وقوع است. در آن حال که به گلها نگاه می کرد و به درختها که دود میانشان می پیچید و بر می شد و زاغچه ها خیز بر می داشتند و باز می نشستند، آنقدر می ایستاد و نگاه می کرد تا پیتر والش می گفت میان سبزی ها خودت فرو رفته ای؟ همین بود؟ یا من آدم ها را به کلمگل ترجیح می دهم؟ یا این بود؟ این حرف را حتما یک روز صبح وقت ناشتایی که کلاریسا به روی ایوان رفته بود زده بود. پیتر والش یکی از همین روزها از هندوستان باز می گشت. در ماه خرداد یا تیر. کلاریسا یادش نبود کدام یک، چون نامه‌هایش بدجوری بیروح بودند. حرفهایش بود که به یاد آدم می ماند. چشمهایش، قلم تراشش، لبخندش، ترشروییش و وقتی میلیون ها چیز به کل از میان رفته بود چقدر عجیب بود. چند چیزی از این قبیل درباره کلم. اندکی بر لبه پیاده رو خشک ایستاد. در انتظار ماند تا وانت دارتنال بگذرد. اسکروپ پورویس او را زن دلربایی می انگاشت و او را آنچنان می شناخت که مردمی که در وستمینستر همسایه هم بودند یکدیگر را می شناسند. در او چیزی به گونه پرندگان بود. چیزی مانند زاغچه، سبز کبود، سبکبال، پرآشوب. آن هم با آنکه سالش از 50 افزون بود و از هنگامی که بیمار شده بود بسیار سفید شده بود. در آن نقطه پرنده آسا به جا ماند، بی آنکه هیچ دارتنال را ببیند. راست ایستاده منتظر بود که بدان سوی خیابان برود. چون پس از مدتی زندگی در وستمینستر اکنون چند سال شده بود، 20 سال یا بیشتر بود. انسان حتی در میانه عبور و مرور وسایط نقلیه یا هنگام شب که از خواب بیدار شود، کلاریسا یقین داشت گونه‌ای خاموشی به خصوص یا نوعی سنگینی احساس می کند. یک جور درنگ غیر قابل وصف، گونه‌ای معلق ماندن. اما این ممکن بود قلبش باشد که می گفتند از آنفولانزا آسیب دیده است. تا لحظه‌ای که صدای زنگ بیگ بند بلند شود. آهان، بانگ زنگ برخاست. نخست آوای خبر کن با موسیقی آمیخته، سپس حکم ساعت بی بازگشت. دایره های سنگین در هوا حل شد. کلاریسا که از این سوی خیابان ویکتوریا بدان سو می رفت، اندیشید که چه احمق‌هایی هستیم. چون فقط خدا می داند چرا اینقدر دوستش داریم. چجور با این گمگشتگی نگاهش می کنیم. سرهمش می بندیم. دور خودمان می سازیمش. زیر و زبرش می کنیم. هر لحظه از نو خلقش می کنیم. اما شلخته ترین زنها با خرده ترین بینوایان که روی پلکان جلوی در نشسته به یاد فرو افتادن خود می نوشتند، همین کار را می کنند.
و کلاریسا شک نداشت که با قانونهای پارلمانی نیز به همین دلیل نمی شود با این حال در افتاد. چون اینها عاشق زندگی هستند. در چشمان مردم، در تاب خوردن و رفتن، در پا بر زمین کشیدن، در سنگین قدم برداشتن، در غوغا و خروش، کالسکه ها، اتومبیل ها، اتوبوس ها، وانت ها، ساندویچ فروش ها که میان مردم میخزند و پس و پیش میشوند، دسته های موسیقی بادی، ارک های دستی، در پیروزی و جرنگ و آواز بلند و شگفت هواپیمایی که بالای سر در پرواز است. اینها چیزهایی بود که کلاریسا دوست می داشت. زندگی، لندن، این لحظه در ماه تیر. چون اواسط تیر ماه بود. جنگ به پایان رسیده بود. مگر برای کسی چون خانم فاکسکرافت که دیشب در سفارتخانه خون خودش را می خورد. چون آن پسر خوب کشته شده بود و حالا خانه اربابی نصیب یکی از پسرعموها می شد. یا لیدی بکس بارو که می گفتند در حالی که تلگرامی در دست داشته که خبر کشته شدن پسر محبوبش جان در آن بوده، مراسم گشایش بازار خیریه را برگزار کرده است. اما جنگ به پایان رسیده بود. شکر خدا تمام شده بود. تیر ماه بود. شاه و ملکه در قصر بودند و در همه جا با آنکه هنوز صبح زود بود سر و صدا برخاسته بود. اسب‌های کوچک را به تاخت درآورده بودند. چوبه های کریکت را به توپ می‌کوفتند. لوردها، آسکوت و رانلاف و باقی دیگرشان در توری نرم هوای کبود بامدادی پیچیده که روز همراه پیش رفتن خود آن توری را باز می کرد و ایشان اسب‌های کوچک جهان و خیزان را بر روی چمنها و شیبها می دواندند و در همین آن دسته های اسب‌ها به زمین خورد و مردان جوان چرخان و دختران جوان خندان در مشمش شفاف خود که همه شب را به رقص برگزار کرده بودند، اکنون سگ‌های پشمالود بدهیکلشان را برای دواندن به همراه داشتند. از روی اسب‌ها پایین جستند و همین اکنون در همین ساعت بیوه زنان پیر وظیفه‌گیر سوار بر اتومبیل‌هایشان دنبال کارهای اسرارآمیز روانه بودند. و مغازه‌داران در پشت شیشه‌های مغازه با خمیر و الماس ور می‌رفتند. سنجاق‌های قدیمی خوش‌ساخت سبز دریایی روی پایه‌های قرن 18 به منظور وسوسه کردن خریداران آمریکایی، اما آدم باید صرفه‌جویی کند. شتاب زده چیزی برای الیزابت خانم نخرد. و کلاریسا نیز در همان حال که با شوری ابلهانه و وفادار آن را دوست می داشت، چرا که جزئی از آن بود، چون کسان او هم در آن زمان دو شاه ژرژ درباری بودند. او نیز می خواست همان شب شمع روشن کند و چراغانی کند. امشب ضیافتی داشت. اما چقدر عجیب بود. همین که قدم در پارک گذاشت، آن سکوت، آن مه، آن همهمه خاموش، اردک‌های خوش که آهسته بر آب می‌خزیدند، پرندگانی که زیر منقار کیسه داشتند، کج و راست می‌شدند و راه می‌رفتند. و درست در همین هنگام چه کسی باید پشت به ساختمان‌های حکومتی پیش بیاید؟ در حالی که چنان که در خور او بود جعبه نامه‌بری با نشان سلطنتی حمل می کرد. چه کسی جز هیو هیتبرد، دوست قدیمیش، هیوی دوست داشتنی. هیو گفت صبحت بخیر کلاریسا و کلامش با ادا توأم بود، چرا که از کودکی آشنا بودند. کجا راه افتاده ای؟ خانم دالووی گفت از راه رفتن در لندن خوشم می آید. جدا از راه رفتن در خارج شهر خیلی از آن بهتر است. معلوم شد بدبختانه برای دیدن دکتر آمده بودند. مردم دیگر برای دیدن تابلوها یا رفتن به اپرا می آمدند. برای به گردش بردن دخترانشان می آمدند. اما خانواده
هیو ویتبرد برای دیدن دکترها می آمدند. دفعات بیرون از شماری کلاریسا از اولین هیو ویتبرد در بیمارستان دیدن کرده بود. مگر باز اولین بیمار شده بود؟ هیو گفت که اولین تا حد زیادی زوارش در رفته بود و در گفتن این کلام با گونه‌ای لب و لوچه را پیش دادن یا باد کردن بدن خوشبوش و مردانه و بسیار دلپذیر و به طور کامل آراسته شده اش. هیو به طور تقریب همواره خوشبوش بود. اما فرض بر آن بود که همچنان باشد. آن هم با آن شغل کوچکش در دربار. چنان جلوه داد که زنش بیماری احشا دارد. چیز سختی البته نبود و کلاریسا دالووی که دوست قدیم ایشان بود بدون آنکه بخواهد آن بیماری نام برده شود کاملا باید درک می‌کرد. آه بله، البته درک می‌کرد. چه گرفتاری و احساس بسیار خواهرانه‌ای به دو دست داده بود. و در همان حال به نحوی شگفت‌آور متوجه وضع کلاه خود شده بود. این کلاه مناسب صبح زود نبود. عیب همین بود؟ چون هیو همچنان که با شتاب پیش می رفت و کلاهش را با آب و تاب بر می داشت و بالا می برد و به کلاریسا اطمینان می داد که عین دخترهای 18 ساله است، همیشه باعث می شد که کلاریسا در کنار او اندکی احساس کوچکی می کرد. و هیو می گفت البته امشب به ضیافت او خواهد آمد. اولین اصرار داشت که حتما بیاید. فقط ممکن بود بعد از میهمانی کاخ که باید یکی از پسران جیم را می برد قدری دیر کند. کلاریسا حس می کرد که مثل بچه مدرسه روها شده. اما به هیو بستگی داشت. تا حدی بدین سبب که او را از خیلی پیش می شناخت. اما او را به طریق خودش آدم خوبی می دانست. هرچند شوهرش ریچارد از دست او تقریبا دیوانه می شد. و اما پیتر والش تا امروز هیچ وقت کلاریسا را به خاطر خوش آمدنش از او نبخشیده بود. کلاریسا می توانست صحنه‌های پیاپی را در بورتون به خاطر آورد که در آنها پیتر سخت خشمگین بود و هیو البته خشمگین نبود، از هر طریق هماورد و برابر پیتر بود. اما باز هم آنگونه که پیتر می برید و می دوخت ابله کامل نبود. آنگونه که پیتر می بافت سنگ تیغ تیز کنی برای سلمانی نبود. هر وقت مادر پیرش از او می‌خواست تیراندازی را رها کند یا او را، مادرش را به بس می‌برد. هیو بیان که یک کلمه بر زبان آورد این کار را می‌کرد. واقعاً از خودخواهی دور بود. و اما در مورد آن که گفته می‌شد همانطور که پیتر می‌گفت که اصلاً قلب ندارد، مغز ندارد، هیچ چیز جز از منش و زایش یک جنتلمن انگلیسی را ندارد. این درست همان پیتر عزیز خودش بود، در بدترین حالاتش. و گاه هم از پرواداری دور می افتاد. غیر قابل تحمل می شد. اما آدم حظ می کرد اول صبح مثل امروز با او قدم بزند. تیرماه همه برگ‌ها را از درخت‌ها بیرون کشیده بود. مادران پیملیکو پستان در دهان کودکانشان نهاده بودند. از ناوگان به وزارت دریایی پیام پشت سر پیام می رفت. چنان می نمود که آرلینگتون و پیکادیلی خود هوا را از پارک می خراشیدند و برگ‌های آن را با گرما و درخشان بر امواج آن زنده خویی خداوندی که کلاریسا دوست می داشت بلند می کردند. به رقص در آمدن، سواره رفتن، اینها همه را پرستیده بودند. چرا که ممکن بود صدها سال از یکدیگر جدا بیفتند. او و پیتر. کلاریسا هرگز نامه نمی نوشت و نامه‌های پیتر مثل چوب سفید بود. اما ناگهان از دل کلاریسا می گذشت. اگر حالا پیش من بود چه می گفت؟ برخی روزها، بعضی منظره ها پیتر را با آرامش بدون آن تلخی ها نزد او می آورد و این شاید پاداش غمخواری از مردم بود. یک روز بامداد فرحزا به میان پارک سینت جیمز باز می گشتند. در واقع چنین می کردند.
اما پیتر هر اندازه که روز زیبا می بود و درختان و سبزه و دخترک پشت گلی پوشیده زیبا می بودند، پیتر هیچ وقت چیزی از آن همه نمی دید. عینکش را بر چشم می نهاد، آن هم اگر کلاریسا به او می گفت. آن وقت نگاه می کرد. آنچه پیتر را جلب می کرد وضع جهان بود. واگنر، اشعار الکساندر پوپ، نهادهای مردمان به نحو ابدی و کمبودهای روح خود کلاریسا. چجور کلاریسا را سرزنش می کرد؟ چگونه بگو مگو می کردن؟ به کلاریسا می گفت زن نخست وزیر می شود و بر فراز پلکان می ایستد. به کلاریسا می گفت تو یک میزبان بی عیب و نقصی و کلاریسا با به یاد آوردن این کلام در اتاق خواب خود گریسته بود. می گفت تو تمام لوازم یک میزبان بی عیب و نقص را واجدی و بدین گونه کلاریسا باز هم خود را می دید که در پارک سینت جیمز مشغول بگو مگوست. هنوز هم دنباله فکرش را می گرفت که حق با او بوده و حق هم با او بود که زن پیتر نشده بود. چون پس از ازدواج میان دو نفر که روز تا شب در یک منزل با هم زندگی می کنند باید اندکی گذشت باشد، اندکی استقلال باشد و این چیزی بود که ریچارد به او میداد و او به ریچارد میداد. مثلا امروز صبح ریچارد کجا بود؟ در کمیته‌ای، جایی؟ کلاریسا هرگز نمی‌پرسید. اما با پیتر بایست همه چی در میان گذاشته میشد. درباره همه چیز بایست گفتگو میشد و این روا داشتنی نبود. و وقتی به آن صحنه در باغچه کنار چشمه می رسید، کلاریسا یقین داشت که بایست با پیتر به هم می زد وگرنه نابود می شدن. هر دوشان از هم می پاشیدن. هرچند کلاریسا مدت چند سال آن اندوه را، آن دلهره را مثل تیری در قلبش تحمل کرده بود. و بعد وحشت آن لحظه که کسی در یک کنسرت برای کلاریسا نقل کرد که پیتر با زنی که در سفر هند در کشتی دیده بود ازدواج کرده بود. هرگز آن همه را نباید فراموش کند. پیتر او را سرد و فاقد قلب و امول خوانده بود. به قول پیتر، کلاریسا هیچ وقت نمیتوانست درک کند که پیتر چگونه و چرا اهمیت دارد. و آن زنهای هندی لابد میتوانستند. کله پوک‌های خل و خوشگل و دست و پا چلفتی. و کلاریسا دلسوزیش را هدر می‌داد، چون پیتر به او اطمینان می‌داد که کاملاً خوشبخت است. کاملاً خوشبخت. هرچند پیتر کاری را که از آن گفتگو می‌کردند انجام نداده بود، سراسر زندگی او یک شکست بود. این هم باز کلاریسا را خشمگین می‌ساخت. اکنون کلاریسا به دروازه پارک رسیده بود. یک لحظه ایستاد و چشم به اتوبوس‌های پیکادیلی دوخت. اکنون حاضر نبود درباره هیچ کس در دنیا بگوید که چنین است یا چنان. بسیار احساس جوانی می کرد و در این حال به گونه‌ای ناگفتنی احساس سالخوردگی. به گونه چاقو از میان هر چیز می برید و می گذشت. و در این حال بیرون بود و بر همه چیز می نگریست. همچنان که به تاکسی ها نگاه می کرد، احساسی دائم داشت که در خارج است، در بیرون، تا نزدیک دریا و تنها. همواره این احساس را داشت که زندگی کردن حتی یک روز هم بسیار بسیار خطرناک است. این نبود که خود را زرنگ یا خیلی غیر عادی بپندارد. اینکه چگونه توانسته بود با چند ترکیه دانش که فرولاین دانیلز به ایشان داده بود از میان زندگی بگذرد. فکرش را هم نمی توانست بکند. هیچ چیز بلد نبود. نه زبان، نه تاریخ و با این حال برای او به طور مطلق جاذب بود. همه اینها. تاکسی ها که می گذشتند و او حاضر نبود درباره پیتر بگوید یا درباره خود بگوید من اینم، من آنم. تنها استعداد او شناختن مردم بود، تقریباً به حکم غریزه، و این چیزی بود که همچنان که قدم زنان پیش می رفت با خود می اندیشید. اگر او را با کسی در اتاقی می گذاشتی، پشتش مثل گربه بالا می رفت یا خورخور می کرد. خانه دوونشیر یا خانه باس،
خانه‌ای که ظروف چینی نقش طاووسی داشت. همه آنها را یک بار دیده بود که روشن شده بودند. و سیلویا و فرد و سالی سیتون را به یاد می آورد. آن همه مردم و همه شب در حال رقص و واگن‌ها تلق تلق به طرف بازار می رفتند و خودشان از میان پارک سواره به منزل می رفتند. به یادش می آمد که یک بار شلنگ را به میان سرپنتاین افکنده بود. اما هر یک را به یاد می آورد. آنچه دوست می داشت. این حال بود. اینجا. اکنون در برابرش. آن خانم فربه در تاکسی. از خود در حالی که پیاده به طرف کوچه باند می رفت پرسید. پس هیچ اهمیتی داشت؟ هیچ مهم بود که به گونه‌ای اجتناب ناپذیر بایست به طور کامل بند می آمد. همه اینها بدون او ادامه می یافت؟ آیا بدش می آمد یا خودش تسلی بخش نبود که بداند مرگ به طور مطلق خاتمه می داد؟ اما هر جور که بود در خیابان‌های لندن، در جزر و مد چیزها، اینجا و آنجا، او خود باقی می ماند. پیتر باقی می ماند. در یکدیگر می زیستند. و یقین داشت که او خود جزوی از درخت‌های خانه است. از منزل آنجاست. زشت و صداهای ناشناس در حالی که تکه تکه می شد. جزوی از مردمی بود که هرگز با ایشان برخورد نکرده بود. مثل مه میان مردمی که بهتر از هر کس می شناخت گسترده شده بود. و آن مردم او را بر شاخه های خود برمی افراشتند. بدان گونه که دیده بود درختان مه را بالا می برند. اما زندگی او، خود او، چنان پهن و دور می گسترد. در آن لحظه که پشت شیشه های مغازه هچارد نگاه می کرد، خواب چه چیز را می دید؟ کوشش داشت چه چیز را بازیابد؟ چه تصویری از سفیده صبح در خارج شهر، همچنان که در کتابی که باز مانده بود می خواند. دیگر از گرمای آفتاب مترس یا از غوغای زمستان خشمگین. این دوران پیرسال تجربه جهان در همه ایشان، همه مردان و زنان، چاهی از اشک پدید آورده بود. اشک‌ها و غم‌ها، شجاعت و طاقت، ظاهری به غایت راست و پشت کرده به لذات زندگی. مثلا فکر خانمی را بکن که بیش از همه میپسندید. لیدی باکسبارو که بازار را افتتاح می کرد. کتاب جروک به نام فولیتلس و فونز گسترده بود. کتاب صبحی اسپانج و کتاب خاطرات خانم آسکوویز و کتاب بیگ گیم شوتینگ این نیجریا همه باز بر صفحه نهاده شده بودند. چه اندازه کتاب در آنجا بود، اما هیچ یک کاملا برای بردن به بیمارستان برای اولین هویتبرد درست نبود. هیچ چیزی نبود که آن زن خشکیده دور از توصیف را سرگرم کند و باعث شود در آن لحظه که کلاریسا وارد می شد یک آن صمیمانه باشد. تا بعد آرام بگیرند و مشغول گفتگوی پایان ناپذیر زنان درباره رنجوری‌های زنان شوند. چه اندازه خواستار آن بود. اینکه مردم وقت ورود او را خرسند بنمایند. و کلاریسا چون چنین اندیشید برگشت به جانب خیابان باند روانه شد. آزرده بود چرا که دلایل دیگر برای انجام دادن کاری داشتن ابلهانه است. چه اندازه ترجیح میداد که خود او آدمی می بود مثل ریچارد که چیزها را به خاطر خودشان می کردند. در حالی که همچنان که برای عبور به سمت دیگر خیابان منتظر ایستاده بود، می اندیشید که چیزها را به سادگی و به خاطر خودشان انجام نمی دهند. بلکه به خاطر آن انجام می دهند که مردم را وادارند چنین یا چنان فکر کنند. می دانست که این ابلهی کامل است. و در این لحظه پلیس دستش را برای توقف عبور از یک سو بالا برد. چون هیچ کس یک لحظه هم باورش نمی شد. می اندیشید که اگر می توانست زندگی را از نو آغاز کند و در اینجا قدم بر پیاده رو نهاد، می توانست به گونه‌ای دیگر نمایان شود. در وهله نخست سیاه چرده می بود. مثل لیدی
خوب می پوشید. اما اکنون بیشتر اوقات این تن را که می کشید لحظه‌ای بر جا ایستاد تا به یک تابلوی هلندی نگاه کند. این تن با همه ظرفیت‌هایش هیچ به نظر نمی آمد. اصلاً هیچ. این حس بسیار شگفت به او دست داد که خود نامرئی است، دیده نمی شود، ناشناخته است. دیگر ازدواج کردنی نبود، دیگر بچه دار شدنی نبود، بل تنها این پیشرفت دغدغه آور و تا حدی سنگین همراه باقی ایشان به طرف بالای خیابان باند بود. این خانم دالوی بودن بود. حتی دیگر کلاریسا هم نه. این خانم ریچارد دالوی بودن. خیابان باند او را افسون می کرد. خیابان باند صبح زود در این فصل پرچمهایش در اهتزاز، مغازه‌هایش نه شلپ شلوپی نه زرق و برقی. یک توپ فاستونی در دکانی که پدرش 50 سال لباسش را از آن می خرید. چند مروارید، ماهی آزاد روی تخته یخ و کلاریسا که به دکان ماهی فروشی نگاه می کرد. گفت همینو بس. و در حالی که یک لحظه برابر شیشه مغازه دستکش فروشی که پیش از جنگ می توانستی از آن دستکش های بی‌نقص بخری متوقف مانده بود، باز گفت همینو بس. و عمو ویلیامی داشت که می گفت یک خانم را از روی کفش ها و دستکش هایش می شود شناخت. عمو ویلیام یک روز بامداد در اواسط جنگ روی تختش گردیده بود. گفته بود دیگر بستم است. دستکش و کفش. کلاریسا خیلی به دستکش علاقه داشت. اما دختر خودش، الیزابتش، یک پول هم برای هیچ کدام ارزش قائل نبود. همچنان که از خیابان باند به طرف مغازه‌ای که هر وقت میهمانی داشت برایش گل نگاه می داشتن بالا می رفت، اندیشید که یک پول هم. الیزابت راستی بیش از هر چیز به سگش اهمیت می داد. امروز صبح در خانه همه چیز بوی غیر می داد. باز هم گریزدل بینوا از میس کلیمان خواستنی تر بود. باز هم بوم رنگ و غیر و همه چیزهای دیگرش تا خفقان گرفته در کنج اتاق خواب پر اساسه نشستن و کتاب دعا در دست گرفتن. حاضر بود بگوید هر چیز از این بهتر است. اما شاید همچنان که ریچارد می گفت این هم یک مرحله باشد. از همان مرحله ها که همه دختران از آن می گذرند. ممکن است عاشق شدن باشد. اما چرا عاشق میس کلیمان که البته با او بدرفتاری شده بود. بابت این هم باید مراعاتی کرد. و ریچارد می گفت میس کلیمان خیلی تواناست و مغز واقعا انباشته از تاریخی دارد. در هر صورت جدا ناشدنی بودند و الیزابت دختر خودش به مراسم ترتیل می رفت و چه جور هم لباس می پوشید و با مردمی که به نهار می آمدند جوری رفتار می کرد که یک ذره برایشان قدری نمی شناخت. چون تجربه اش حکم می کرد که خلسه مذهبی مردم را سفت و سخت می کند. هدف و صراط همچنان می کند. احساساتشان را از حدت می اندازد. چون میس کلیمان حاضر بود هر کاری برای روس‌ها بکند. به خاطر اتریشی‌ها گرسنگی می‌کشید، اما در خلوت شکنجه حتمی می‌داد. از بس عاری از احساس بود. آن هم با آن نیم تنه آب نکش سبزش. از این سر سال تا آن سر سال همین نیم تنه را می‌پوشید. عرق می‌ریخت. امکان نداشت 5 دقیقه در اتاق باشد و برتری او را همراه با زیردستی خود حس نکنی. چه اندازه فقیر بود، تو چه اندازه دارا بودی. او چه جور در زاغه‌ای بدون بالش یا تخت یا فرش یا هر چیز که فکرش را بکنی زندگی می‌کرد. همه روحش با آن شکوه که بر آن نقش پذیرفته بود، بیرون رانده شدنش از مدرسه در زمان جنگ زنگ زده بود. موجود تلخکام بدبخت. چون این میس کلیمان نبود که آدم از او نفرت داشت. بل معنی او بود. که بیگمان خیلی چیزها را به خود گرفته بود که میس کلیمان نبود.
یکی از آن اشباح شده بود که شبها با آنها در جنگیم. یکی از آن اشباح که پاهایشان را دور و بر ما می‌گذارند و ایستاده نیمی از خون تن ما را می‌مکند. ظالم‌های فرمان روا، چون جای شک نبود که با تاس بعدی اگر سیاه رو می‌شد و نه سفید، خود او عاشق میسکیلیمان می‌شد. اما نه در این دنیا، نه. با این همه همین مثل سوهان میساییدش که این غول بیشاخ و دم در درونش بجنبد. صدای ترکه ها را که می شکستند بشنود و ستم ها را که در اعماق جنگل برگ پوشیده یا روح می نشستند حس کند. هرگز به طور کامل راضی نبودن با کاملا در امان نبودن، چون در هر لحظه این غول به جنبش در می آمد. این نفرت که به خصوص از هنگام بیماریش این قدرت را داشت که او را خراشیده و در پشت آزرده بگذارد. درد جسمانی به او میداد و لذت یافتن در زیبایی، در دوستی، در خوش بودن، در دوست داشته شدن و خانه‌اش را دلپسند کردن می‌لرزاند. می‌جنباند و کج و کوله می‌کرد. چنان که گویی در حقیقت غولی بود که از ریشه می‌کند و پاک می‌کرد. چنان که گویی تمامی جهان رضایت چیزی نبود مگر عشق به خود. این نفرت. درهای گردان گل فروشی مالبری را که فشار داد تا وارد شود پیش خود فریاد کشید: پوچ، پوچ. سبک پا و بلند و راست پیش رفت تا وقتی میس پیم با چهره تکمه مانندش که دستهایش همواره سرخ روشن بود، چنان که گویی با گلها در آب سرد نگاه داشته شده بود، به پیش پاز بیاید و به او تهنیت بگوید. گلها زیاد بود. گل زبان پس قفا، گل نخودی، دسته های یاس و میخک، توده های میخک. گل سرخ بود و زنبق. آه بلی، بدین گونه بوی شیرین باغ زمینی را همچنان که ایستاده با میس پیم صحبت میکرد به درون میکشید. و میس پیم مدیون کمک او بود و او را مهربان میشناخت. چون چند سال پیش مهربانی هم کرده بود. خیلی هم مهربان. ولیکن امسال در آن لحظه که سرش را از یک طرف به طرف دیگر می‌گرداند و در میان زنبق‌ها و گل سرخ‌ها با چشمان بسته منگوله‌های یاس را بو می‌کشید و پس از غوغای خیابان بوی دلچسب، خنکی دلپذیر، پیرتر به نظر می‌آمد. و آنگاه چشمانش را که باز کرد، گل سرخ‌ها مثل ملحفه چین خورده که پاکیزه از رختشویخانه آورده بر سبد گسترده باشند تر و تازه می نمودند. میخک‌ها تیره و شق و رق و سرخ سرهایشان را بالا گرفته بودند و گلهای نخودی در کاسه های خود پهن شده بود. به رنگ بنفش، به سفیدی برف، رنگ پریده. چنان بود که گفتی شامگاهان است و دخترها در لباس بلند بیرون آمدند تا پس از روز خوش تابستان با آسمان تقریباً سرمه‌ای گل نخودی و گل سرخ بچینند که گل زبان پس قفا و میخک و یاس خوشبویش تمام شده بود و ساعت میان 6 و 7 بود که هر گلی، گل سرخ، میخک، زنبق، یاس می درخشند. سفید، بنفش، سرخ، نارنجی تند. هر گلی چنان می نماید که با خود نرم و صافی در بسترهای مه گرفته می سوزد. و کلاریسا چه اندازه شب پره های سفید خاکستری را دوست داشت که بالای توده گیلاس، بالای پامچال شبانگاهی در پروازند و درون و برون می شوند. میس پیم که به طرف پنجره می رفت تا نگاه کند گفت: وای از این اتومبیل ها. و در حال برگشتن لبخندی پوزش خواهانه زد و دستهایش را از گل نخود سبز انباشته بود. چنان که گویی آن اتومبیل ها، آن لاستیک های روی اتومبیل ها تمام تقصیر او بود. انفجار شدیدی که موجب شد خانم دالوی از جا بجهد و میس پیم به طرف پنجره برود و پوزش بخواهد، از اتومبیلی می آمد که به کناره پیاده رو کشیده درست مقابل شیشه مغازه مالبری متوقف شده بود.
آبران که البته درنگ می کردند و خیره می نگریستند، همین اندازه فرصت داشتند که چهره‌ای بسیار با اهمیت از پشت به تودوزی خاکستری روشن ببینند. تا دست مردی پرده را کشید و دیگر چیزی برای دیدن نبود مگر 4 گوشی به رنگ خاکستری روشن. با این حال شایعات در دم از میانه خیابان باند تا خیابان آکسفورد از یک سو و تا مغازه عطر فروشی آتکینسون از سوی دیگر در جریان بود و ناپیدا و ناشنوا به گونه ابر تند چادر مانند بر سر تپه ها می گذشت و با چیزی به واقع نظیر هوشیاری پس از مستی و بی جنبشی ابر بر چهره هایی که یک لحظه پیش به طور کامل مغشوش بودند فرود می آمد. ولیکن اکنون سر نامعلوم بر بال خود ایشان را لمس کرده بود. بانگ مقامات را شنیده بودند. روح مذهب با چشمان تنگ بسته و لبهای از هم گشوده بیرون جسته بود. آیا مال ولیعهد بود؟ مال ملکه بود؟ مال نخست وزیر بود؟ این صورت چه کسی بود؟ هیچ کس نمی دانست. ادگار جه واتکیس با حلقه لوله سربی دور بازو به صدای شنوا و البته طیبت آمیز گفت: اتول نخست وزیر. سپتیموس وارن اسمیت که میدید نمیتواند رد شود حرف او را شنید. سپتیموس وارن اسمیت 30 ساله رنگ پریده با بینی نوک‌تیز با کفش‌های قهوه‌ای و پالتو نخنما با چشمان قرایی که آن نگاه هراسان را در خود داشتند که مردم به کلی ناشناس را نیز هراسان می‌ساختند. دنیا تازیانه خود را برافراشته است. کجا فرود خواهد آمد؟ همه چیز از حرکت باز مانده بود. کوبش موتورها صدای نبضی را میداد که بدون نظم در تمامی بدن بکوبد. آفتاب فوق‌العاده گرم شده بود، چون اتومبیل بیرون شیشه مغازه مالبری متوقف شده بود. خانم‌های پیر بر بالای اتوبوس‌ها چترهای سیاه خود را می‌گشودند. اینجا یک چتر سبز، آنجا یک چتر سرخ با صدای پاپ باز می‌شد. خانم دالووی که بازوانش از گل نخود سبز انباشته بود و خود به سوی پنجره می آمد، با چهره گل رنگش که بر اثر کنجکاوی در هم جمع آمده بود به بیرون نگاه کرد. همه به اتومبیل نگاه می کردن. سپتیموس نگاه می کرد. پسر بچه های دوچرخه سوار به خیز پیاده شدند. عبور و مرور بند آمده بود و آن اتومبیل با پرده های کشیده که به نظر سپتیموس طرح عجیبی مثل یک درخت بر آنها بود همانجا ایستاده بود و این جمع آمدن تدریجی همه چیز به طرف یک مرکز در برابر چشمان او، چنان که گویی وحشتی ناشناس تقریباً به روی آمده بود و در شرف اشتعال بود. او را می ترساندند. دنیا تاب می خورد و می لرزید و تهدید می کرد که مشتعل خواهد شد. سپتیموس اندیشید: این منم که راه را سد کردم. مگر نگاه ها متوجه او نبود و با انگشت نشانش نمی دادند؟ مگر با وزنه اضافه به پیاده رو کوبیده نشده بود؟ لابد منظوری در کار بود، اما چه منظوری؟ زنش کوچک اندام با چشمان درشت در چهره به زردی نشسته نوک‌دار ایتالیایی گفت: سپتیموس راه بیفت بریم. اما خود لوکرتزیا هم نمیتوانست از نگریستن به اتومبیل و نقش درخت بر روی پرده های آن خودداری کند. آیا این ملکه بود که توی اتومبیل نشسته بود؟ ملکه برای خرید میرفت؟ راننده که چیزی را باز میکرد، چیزی را میچرخاند، چیزی را میبست سوار شد. لوکرتزیا گفت: راه بیفت. اما شوهرش چون اکنون 4-5 سال بود که ازدواج کرده بودند از جا جست. یکه خورد و با خشم گفت: خیلی خوب، چنان که گویی زنش مانع کار او شده بود. مردم باید توجه کرده باشند. مردم باید دیده باشند. زن اندیشید مردم و به جمعیتی نگاه می کرد که خیره به اتومبیل می نگریستند. مردم انگلیسی با بچه هایشان
و اسب‌هایشان و لباسهایشان که زن به گونه‌ای پسند می‌کرد. اما اکنون مردم شده بودند. چون سپتیموس گفته بود خودم را می‌کشم. چیز وحشتناکی گفته بود. آمدیم صدایش را شنیده بودند. لوکرتزیا به جمعیت نگاه کرد. می‌خواست به جانب شاگرد قصاب‌ها و زنها فریاد بزند. کمک! کمک! و باز هم کمک! همین پاییز گذشته خودش با سپتیموس با همین پالتو کنار تیمس ایستاده بودند و سپتیموس به جای حرف زدن روزنامه می‌خواند و لوکرتزیا روزنامه را از او قاپیده و توی صورت مرد پیری که ایشان را دیده بود خندیده بود. اما واخوردگی را باید از همه پوشاند. باید سپتیموس را از اینجا میبردش توی پارکی جایی. لوکرتزیا گفت حالا میرویم آن طرف خیابان. لوکرتزیا میاندیشید که نسبت به بازوی سپتیموس حقی دارد. هرچند این حق عاری از احساس بود. سپتیموس به لوکرتزیا که آنقدر ساده بود، آنقدر ناگهانی انگیخته میشد. فقط 24 سال داشت. در انگلستان یک دوست هم نداشت و به خاطر سپتیموس ایتالیا را پشت سر گذاشته بود و به جای بازو یک تکه استخوان میداد. اتومبیل با پرده‌های کشیده و حالتی از خویشتن‌داری ناشکافتنی به طرف پیکادیلی راه افتاد. هنوز خیره بدان می‌نگریستند. هنوز چهره‌های هر دو سوی خیابان را با همان نفس خیره بزرگ داشت بر هم می‌زد. به خاطر ملکه، ولیعهد یا نخست وزیر. هیچ کس نمی‌دانست. خود چهره را فقط یک بار به مدت چند ثانیه 3 نفر دیده بودند. اما جای شک نبود که عظمت در داخل اتومبیل نشسته بود. عظمت در حال عبور بود. مخفی رو به پایین خیابان باند. با فاصله‌ای کمتر از 1 وجب از مردم عادی که ممکن بود اکنون نخستین و آخرین بار به اندازه گفت و شنود با حضرت انگلستان با نشانه پایدار حکومت فاصله داشته باشند که برای باستانجویان کنجکاو شناخته خواهد بود که وقتی لندن به صورت کوره راه علف پوشیده‌ای در آمده و همه آن آبران شتابان پیاده رو در این صبح 4شنبه بدل به استخوانی شده اند با چند حلقه ازدواج، با خاک و خلشان آمیخته و با طلاهای پرکردگی دندانهای فاسد یکی شده. در آن زمان چهره‌ای که در اتومبیل بود شناخته خواهد شد.